خیابون میرفتی تو دست زنتو میگرفتی برمی داشتی نمیشد. بجاش چی کار کردی؟ نمیشد. بیای سرتو بذاری رو شونه من گریه کنی. بهت گفتم پاشو برو اون قتل رو گردن بگیر. نگفتم؟ قتلی که نکردی. ازم مدرک داشتن. نمیتونست. تو چی میدونی؟ میگه مثلا فیلم داشتم مدرک داشتن. جرأت نکردی. ترسیدی. امیر خان بس که جون دوستی. همون ثابت هم خوب میدونست توی این خونه کیو باید به ترسونه که کارش انجام بشه. برای آلمون شکلات صبحانه گرفتم بهش بده. غذای دریایی که دوست داری. اگه اشتها داشته باشم آره. خوبه. چون من اصلا دوست ندارم. پس برای چی اومدیم اینجا؟ فکر کردم حتما تو دوست داری. از ریسپشن هتل مزاحم میشم. کارت اتاق پرزیدنتال خدمت شما. دست شما درد نکنه. زحمت کشیدین. مرسی. هتل گرفتی؟ آره. که چی بشه؟ واسه تو. فکر کردم یه چند وقتی حالا هر چقدر دلت خواست. تنها باشی با خودت، یه خود ریلکس کنی، استراحت کنی، فکر کنی. میگم خوش شانس بودم که نظرت عوض شد. در اون خونه همیشه به رود باز. یخ کرد.